روز کهنه سربازان در آمریکا اتفاقات خیلی عجیب و غریبی و شاهدش بودن. یکیش همین تظاهرات‌های مسخره ضد اسرائیلی و شعارهایی که رو در دیوار می‌نوشتن اینا به کنار، دو تا پیام کاملا متفاوت از ترامپ و بایدن داشتیم تو این روز که اونو بررسی می‌کنیم. ویوک راماسوامی بعد از اون ویدیوی جنجالی که توی دیبیت ازش بیرون اومد و منم برای شما پخش کردم که چجوری توپیده بود به مجری و برگزار کنندگان این مناظره، صحبت‌های جالبی در مورد بچه زرنگ عالم آقای زلنسکی انجام داده که اونو میریم ما هم دیگه میبینیم. و دون جونیور رو در دادگاه احضار کردن دوباره بعد از اریک، حالا نوبت دون جونیور شده، دونالد ترامپ جونیور. اونو بررسی میکنیم. سناتور تیم اسکات چارگوشه زمین رو بوس کرده، گفت آقا ما میریم ان یه وقت دیگه که وقتمون بود برمیگردیم میایم. اونو نگاه میکنیم. بحث تاکر کارسون رو داریم، رفته در اسپانیا، یه اتفاق بسیار بزرگ رو داره رقم میزنه. عجیب و غریب این شجاعت که داره واقعا ستودنیه. و بحث ترامپ که اعلام کرده احتمالش هست که تاکر کارسون معاون ریاست جمهوریش بشه. این ویدیو رو از دست ندید، ویدیو هیجان انگیزی براتون. عرض درود و ادب دارم. فرهاد متقی اینجا، اخبار خاموشه و در این کانال سعی میکنم اخباری برای شما بیارم که معمولا جای دیگه پوشش نمیدن. ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید، لطف میکنید اگر لایک بزنید، ویدیو رو حمایت کنید از کانال، و اگر در انتهای ویدیو راضی بودید از ویدیو لطف کنید برای دوستانتون به اشتراک بگذارید. اما بریم سراغ جو بایدن و دونالد ترامپ که هر دو پیام‌های متفاوتی رو در روز کهنه سربازان منتشر کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امروز ما به جای کهنه سربازان خود احترام می‌گذاریم. ماجرای کشورمان در اوج خود، در روز کهنه سربازان بیایید دوباره به انجام یک تعهد مقدس خود به عنوان یک ملت متعهد شویم. آماده سازی کسانی که در معرض خطر قرار می‌دهیم و از آنها و خانواده‌هایشان در هنگام بازگشت به خانه مراقبت کنیم. بایدن در سخنرانی روز کهنه سرباز در آمفی‌تئاتر یادبود در گورستان ملی آرلینگتون به کسانی که همیشه نور آزادی را در سراسر جهان روشن نگه داشتند اشاره کرد و در این حال به پسر مرحوم خودش بو اشاره کرد که حدود 15 سال پیش به عراق اعزام شده بود. جو بایدن گفت ما امروز گرد هم آمده ایم تا بار دیگر به نسل‌های آمریکایی که در خط مقدم آزادی ایستادند احترام بگذاریم، تا بار دیگر شاهد اعمال بزرگ عده‌ای از افراد آزاده باشیم که همه چیز خود رو به خطر انداختن تا آینده بهتری به ما بدن. در این مراسم بانوی اول جیل بایدن معاون رئیس جمهور کامالا هریس و آقای دوم یعنی داگلاس ام هاف به رئیس جمهور پیوستند. چند تن از اعضای کابینه وی نیز به اون پیوستند. روز شنبه بایدن اعلام کرد که کهنه سربازان ارتش که در معرض مواد سمی قرار گرفتن میتونن از سال آینده در مراقبت‌های بهداشتی بدون هزینه ثبت نام کنند. ترامپ روز کهنه سربازان را با پیامی در پلتفرم رسانه‌ای اجتماعی حقیقت خود یا تروث جشن گرفت. نوشت از کهنه سربازان قهرمان ما، از خدمت شما به کشورمان سپاسگزارم و مفتخرم که روز کهنه سرباز رو به شما تبریک بگم. به اضافه کرد هیچ عملی ایثارگرانه تر از دفاع از آزادی‌ها و آزادی‌های خدادادی آمریکا نیست. ساعتی بعد او پیامی در این پلتفرم نوشت و خاطر نشان کرد به افتخار کهنه سربازان بزرگمان در روز کهنه سربازان به شما قول می‌دهیم که کمونیست‌ها، مارکسیست‌ها، فاشیست‌ها و اراذل چپ رادیکال رو که مانند حیوانات موذی در محدوده کشور ما زندگی می‌کنند ریشه‌کن کنیم. ترامپ که بعداً در یک مسابقه UFC در نیویورک در روز شنبه دیده شد اضافه کرد آنها هر کاری که ممکن است چه قانونی چه غیرقانونی برای نابودی آمریکا و رویای آمریکایی انجام خواهند داد. رئیس جمهور سابق همچنین نوشت تهدید نیروهای خارجی به مراتب کمتر شیطانی، کمتر خطرناک و کم اهمیت‌تر از تهدید از درون است. علیرغم نفرت و خشم دیوانگان چپ رادیکال که می‌خواهند کشور ما را نابود کنند، ما آمریکا را دوباره با عظمت خواهیم کرد. همچنین نیکی هیلی سفیر سابق سازمان ملل و نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری‌خواه همراه با عکسی از همسرش مایکل افسر گارد ملی در ایکس نوشت به مایکل هیلی کهنه سرباز و
مردان و زنان زیادی که برای دفاع از آزادی‌های ما خدمت کردند افتخار میکنم. 11 نوامبر که زمانی به عنوان روز ارتش یا بهتر بگیم روز آتشبس شناخته میشد، سالگرد آتشبسی که به جنگ جهانی اول در سال 1918 پایان داد. طبق گفته وزارت امور کهنه سربازان، اولین جشنی که از واژه روز کهنه سربازان استفاده کرد در بیرمنگام، آلاباما در سال 1947 برگزار شد. و اما ویوک راماسوامی گفت آقا رئیس جمهور اوکراین کمدیانی است در شلوار 6 جیب. ویوک راماسوامی نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه این ایده رو که اوکراین یک کشور دموکراتیک رد کرده و در این حال رئیس جمهور این کشور ولادیمیر زلنسکی رو کمدیانی در شلوارکار جیبدار نامیده که منظورش همون شلوار 6 جیبه. راماسوامی روز 8 نوامبر در سومین مناظره حزب جمهوری خواه در میامی گفت اوکراین کشوری دموکراتیک نیست. این کشوری است که 11 حزب مخالف رو ممنوع کرده. همه رسانه‌ها رو در یک بازوی رسانه‌ای تلویزیون دولتی ادغام کرده. این کارا دموکراتیک نیست. این کشور تهدید کرده که در سال جاری انتخابات برگزار نخواهد کرد مگر اینکه آمریکا پول بیشتری بپردازه که این کار هم باز دموکراتیک نیست. یک کمدین با شلوارکار جیبدار، مردی به نام زلنسکی. در طول مناظره راماسوامی به برخی اطلاعات کلیدی در درگیری اوکراین در روسیه اشاره کرد و گفت حقایقی که نه از رسانه‌های اصلی میشنوید و نه از هیچ کدام از دو حزب اصلی. مناطقی از اوکراین که در حال حاضر توسط روسیه در دونباس، لوهانسک، دونتسک اشغال شدند، این مناطق روسی زبان هستند و از سال 2014 بخشی از اوکراین نبودند. این تیکه چون اهمیت داره یه بار دیگه براتون میخونم. راماسوامی گفته حقایقی که نه از رسانه‌های اصلی میشنوید و نه از هیچ کدام از دو حزب اصلی. مناطقی از اوکراین که در حال حاضر توسط روسیه در دونباس، لوهانسک، دونتسک اشغال شدند، این مناطق روسی زبان هستند و از سال 2014 بخشی از اوکراین نبودند. آقای راماسوامی از مردم خواست از پرداختن به روایت هایی که به حال اوکراین و روسیه رو به خیر و شر تعبیر میکنه و توصیف میکنه خودداری کنند. نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه گفت که از درخواست جدید رئیس جمهور زلنسکی از آمریکا برای بودجه بیشتر برای جنگ کاملا متقاعد نشده. در چندین سال گذشته اوکراین اقدامات متعددی رو انجام داده که ادعای آقای راماسوامی مبنی بر دموکراتیک نبودن این کشور رو تایید میکنه. از جمله در اواخر دسامبر زلنسکی قانونی رو امضا کرد که به شورای پخش تلویزیونی و رادیوی ملی اجازه میده تا بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگار این کشور کنترل گسترده‌ای داشته باشه. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران اوکراین این اقدام رو به شدت محکوم کرد و آن رو تحت کنترل گرفتن رسانه‌ها توسط مقامات نامید. زلنسکی درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات رو رد کرد. او در یک سخنرانی در 6 نوامبر گفت که اکنون در زمان جنگ که چالش‌های زیادی وجود داره کاملا غیر مسئولانه است که موضوع انتخابات رو به شیوهی سبک و بازیگوش وارد جامعه کنیم. من معتقدم که الان وقت برگزاری انتخابات نیست. همچنین روسیه نیز یک کشور به شدت غیر دموکراتیکه، در حالی که روی کاغذ رای دهندگان در روسیه حق دارند حزب خود را در انتخابات انتخاب کنند. در عمل بسیار متفاوت. رای دهندگان فقط میتونن حزبی را انتخاب کنند که قبلا توسط کرملین تایید شده و تهدیدی برای تشکیلات سیاسی این کشور به حساب نمیاد. روسیه هم مانند چین و ایران کنترل شدیدی بر رسانه‌های داخل این کشور داره. و اما درخواست دونالد ترامپ از دادگاه گفت آقا محاکمه‌مون لطفاً تلویزیونی مستقیم پخش کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میخواد جلسه محاکمه‌اش از دادگاه فدرال آمریکا از تلویزیون و سایر رسانه‌ها پخش بشه، هرچند که وزارت دادگستری آمریکا با اون مخالفه. وکلای پرزیدنت ترامپ گفتن که بی سابقه بودن چنین دادگاهی دلیل خوبی برای پخش تلویزیونی اونه. وکلای ترامپ در 11 نوامبر به تونیا چوتکان، قاضی منطقه‌ای آمریکا که بر این پرونده نظارت می‌کنه، نوشتند برای اولین بار در تاریخ آمریکا دولت
دولت بر سر کار آمریکا مخالف اصلی و پیشتاز خود در انتخابات ریاست جمهوری را به یک جرم جنایی متهم کرده. وکلای ترامپ گفتند رئیس جمهور ترامپ خواستار شفافیت کامل هر فردی چه در آمریکا و چه خارج از این کشور باید این فرصت رو داشته باشه که این پرونده رو مستقیما بخونه و ببینه که در صورت محاکمه رئیس جمهور ترامپ چگونه خود را از این اتهامات بی اساس و با انگیزه سیاسی تبرئه میکنه. دونالد ترامپ قرار در مارس 2024 به اتهام دخالت غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 و در نتیجه انتقال قدرت محاکمه بشه. رسانه ها اخیراً از قاضی چوتکان که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما منصوب شده بود خواستند که اجازه ورود دوربین های رسانه ها رو در دادگاه بده، با این استدلال که حق حضور در محاکمات کیفری در ضمانت های متمم اول قانون اساسی مستتره. در حکمی در سال 2010 4 قاضی آمریکایی در دادگاه گفتند که هیچ شواهدی نداریم که نشون بده وجود دوربین ها در دادگاه تأثیر نامطلوبی بر روند قضایی ما داره. از اون زمان برخی مقامات از چندین ایالت آمریکا از پخش محاکمه حمایت کردند. رسانه‌ها میگن که پخش زنده دادگاه ترامپ گامی حیاتی در ریشه‌کن کردن تئوری‌های توطئه نادرست در مورد این پرونده خواهد بود. تیم ترامپ اعلام کرد که دونالد ترامپ هم موافق پخش زنده دادگاه و درخواست کرده که این روند به طور کامل از تلویزیون پخش بشه تا عموم مردم به طور مستقیم ببینن که این پرونده درست مانند سایر موارد چیزی بیش از یک رویای خلاف قانون اساسی نیست که هرگز نباید اجازه داده بشه دوباره اتفاق بیفته. اتفاقا بسیار بسیار جالب اگر پخش بشه به خاطر نوع برخوردی که مثلا تو دادگاه آخری با ترامپ داشتن و اینکه مردم کاملا متوجه میشن که دارن اون دادگاه و اون سیستم قضایی داره لات بازی در میاره، بولی بازی در میاره، داره سوء استفاده میکنه از قدرت، یا نه روند طبیعی اون چیزایی که ما در مورد دادگاه قبلی شنیدیم بخشش واقعا خنده‌دار بود. یعنی کسایی که اطلاعات مثلا تو این پرونده های خاص حتی تو ایرانش که در پیکر نداره قاضیایی رو میذارن رو پرونده های تکنیکال که حداقل الفبای اون تکنیکال رو خونده باشن. یعنی مثلا در جرایم سایبری دادگاه خانواده رو نمیذارن، یا در دادگاه مثلا خانواده قاضی جنایی رو نمیذارن. اینجا تو دادگاه قبلی مشخص شد که از اصول بانکداری و بیمه و وام و اینا اندازه یک گوسفند چه میدونم 20 سالم هیچی بلد نبودن. تمام سوالایی که میپرسیدن که به آریا نمیخواستن جوابش یه دفتر 40 برگ بوده که یارو بعد تازه میرفته 60 کتاب میخونده خلاصش میشده دفتر 40 برگ. خلاصه آلینا هابا خیلی شاکی بود، میگفت اطلاعات نداشتن و فکر میکردن سوالو به آریانا جواب داده خواهد شد. اما از اون بگذریم، سناتور تیم اسکات بالاخره تصمیم گرفتش که خداحافظی کنه از این دوره رقابت‌های ریاست جمهوری. یک شنبه شب در مورد آینده سیاسی خودش اعلامیه غافلگیر کننده دعوا کرده. سناتور جمهوری‌خواه تیم اسکات یک شنبه اعلام کرد که بعد از ماه‌ها تلاش برای ارتقای جایگاه خود در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 2024 پایان میده. این خبر خیلی غافلگیر کننده بود، برای اینکه معمولا توی یه مسابقه تلویزیونی اعلام نمی‌کنن، تازه مسابقهش با مثلا برنامه‌های خیلی شاخ فاکس نیوز هم نبوده. درست چند روز بعد از برگزاری سومین مناظره اعلام کرد که آقا من نیستم. اسکات به این خبرگزاری گفت امروز بیشتر از 22 می آمریکا رو دوست دارم، اما وقتی به آیوا برگردم این کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم بود. من کمپین خودم رو تعلیق میکنم. فکر میکنم رای دهندگان که برجسته ترین افراد روی کره زمین هستن واقعا واضح به من گفتن که الان نه تیم. او اضافه کرده و بنابراین من به رای دهندگان احترام میذارم و به سختی کار رو ادامه میدهم و منتظر فرصت دیگری هستم. جالب اینه که یکی دو نفر از اعضای کمپینش نمیدونستن، یعنی هیچ جایی نگفته بوده. تازه یه پولی گرفته بودن یه دفتر جدید تو یک دو تا از این ایالت‌ها بزنن. خلاصه همه چهارشاخ گاردون موریدن که چه اتفاقی افتاده که تیم اسکات یهو ضربتی تصمیم گرفت و اعلام کرده. کارشناسان میگن احتمالاً زنش بهش گفته که امشب اگه استعفا ندادی رو دوشک حاضر در منزل حاضر نمیشی، بر همین ایشون هم قبول کرده. اما پسر ارشد پرزیدنت ترامپ رو کشوندن دادگاه برای به حال شهادت دادن و غیره. میدونی که
صرفا دارن همه رو میارن میبرن تا اینجا که میتونن اذیت میکنن. اما بودن دون جونیور در دادگاه سوای صورت خودش مشخص خیلی راضی هم نیست، باز هم یک چهره بسیار بسیار کریه و حال به همزن رو یاد ما میندازه. اونم کسی نیست جز این چهره که از وقتی که بچهای ترامپ میان در دادگاه میرن کاملا ذوق در شکمش داره ورور میزنه، اصلا خیلی حالش خوبه، یعنی آرزوش این بوده و به آرزوش رسیده. فکر میکنه که الان نهایت به حال مرزهای مشهور بودن و غیره رو در نوردیده و قطعا الان اگه بخواد هر کاندیدی بشه تمام دموکرات‌ها میان بهش رأی میدن. امیدوارم فقط به قول سید موسوی آخر این سوز بهاری باشد. امیدوارم ته این داستان بالاخره همه این آدمایی که اینجوری کثیف بازی کردن به سزای عملشون برسن. یه داستانی دیروز گفتن درز پیدا کرده، درز داده شده بهتره بگیم به واشنگتن پست. مدت هاست که موارد اطلاعات سری که در داخل دادگاه و غیره انجام میشه درز که چه عرض کنن میفروشن به خبرنگارا. دو حالت داره، یا میفروشن خبر که میخوان زودتر پخش بشه خودشون میدن میگن آقا اینو کار کنید. ادعا شده بود که یه سری از دوستان و یاران ترامپ یا بهتر بگیم هم اتهامیاش وکلاش اومدن اعتراف کردن و بر علیه ترامپ هم صحبت کردن. تمام این اتفاقا برای اینه که بتونن به یه نوعی برسونن به اون خونه که بخوان ترامپ رو رد صلاحیت کنن برای انتخابات. این هدف نهاییشون. اما چقدر فکر میکنید بتونن به این برسن یا نه، جای فکر کنم 1001 سوال وجود داره، بستگی داره که مردم چه تصمیمی در این رابطه بگیرن. اما دو تا از اعترافا رو آوردم براتون خیلی کوتاه با هم دیگه ببینیم. اولیش صحبت‌های سیدنی پاول که نماینده دادستان داره ازش در بازجویی میپرسه در رابطه با همون تلاش ترامپ برای لغو انتخابات جورجیا. نه اول اینو بذارم ببینید، این یادم رفت. انقدر از این اتفاق دادگاه خوشحال بودش خانم لاتیشیا جیمز که رقصش هم ما دیدیم در نیویورک با یکی از به حال نزدیکترین متحدین بایدن، یعنی رهبر اکثریت سنا چاک شومر، یه بابا کرم ریز زدن تو خیابون. این همون خانم دادستانه که عین پاریکال که بهش تیتاب داده باشن ذوق میکرد. و حالا این سوال واقعا نتیجه این دادگاه میتونه یه نتیجه عادلانه باشه وقتی که دادستان کلش اینجوری داره قش میکنه تو بغل سناتور دموکرات و غیره به کنار. اما بریم اعترافا رو با هم دیگه ببینیم، اعترافا که عجیب و غریب بود. اول پاول رو ببینیم. There was a big shouting match in which Rudy called me every name in the book. یه دعوای خیلی شدیدی بود، داد و بیدادی بود پای تلفن که تقریبا رودی مزاش رودی جولیانی هرچی فوش بلد بود به من داد. And I was the worst lawyer he'd ever seen in his life. بهم گفت که من بدترین وکیلی که در کل زندگیش دیده. There were no circumstances under which he'd work with me on anything. تحت هیچ شرایطی امکان نداره که روی هیچ پرونده‌ای با من همکاری کنه. He called me a bitch and I don't know what all. یه سری اراجیف هم گفت خراب با این داستانا. And that's pretty much all I remember about that. کل چیزی که یادم ازش همین موارد بود. Did I know anything about election law? No. چیز در مورد قوانین انتخاباتی میدونستم؟ نه. But I understand fraud from having been a prosecutor for 10 years. اما کلاهبرداری خوب میفهمم چون 10 سال دادستان بودم خودم. What was President Trump's sense of what you would do as special counsel? نظر پرزیدنت ترامپ چی بود از اینکه شما به عنوان مشاور ویژه کار کنی؟ I guess he assumed, and I would have thought that I would have looked at putting into effect a provision of 13848 that would have allowed the machines to be secured. حدس میزنم که اون گمان کرده من میتونم کاری بکنم تا اون قانون 148 نمیدونم فلان اجرایی بشه که بتونه ماشینای رایگیری رو ایمن کنه. In 4 or 5 states. حداقل در 4 یا 5 ایالت. اون موقع می‌خواستن سری از ماشینا رو پلم کنن، در حقیقت نگه دارن که بتونن یه آدیت سردستی روشون بزنن که حالا این تو اخبار گذشته است. ماشینا رو اول ماشینا رو بردن، بعد هاردای ماشینا رو وا کردن، گفتن هارداشو از بین بردیم و غیره. How did you choose which states that you would target? How would I have chosen that? چجوری انتخاب کردی که کدوم ایالت‌ها رو بری دست بذاری روشون؟
سوال خودش تکرار میکنه، میگه چجوری ایالت رو انتخاب کردم؟ By the ones where there were the most statistical anomalies. با توجه به ایالت‌هایی که بیشترین مقدار غیر متعارف آماری رو داشتن. یعنی مثلا مثال خودم دارم میزنم، مثلا این ایالت همیشه رأی‌هاش مثلا با اختلاف 10% 5% بوده بین جمهوری خواه و دموکرات، ولی اختلاف شده 40%. یا یکی دیگه از آبنورمالی‌هایی که اون موقع بود، میزان رأی‌های باطله در ایالت‌های مشخصه، مثلا همیشه بین 3 تا 6%، ولی در یه ایالتی مثلا شده بود 0.2%. فکر کنم پنسیلوانیا بود مثلا. خب این عجیب و غریبه، چون اولا سابقه رأی‌های باطله تو همون ایالت در دوره‌های قبل مشخصه، بعد نسبت به ایالت چپیش، راستیش، بالاییش، پایینیش و یه میانگینی داره. مثلا هیچ موقع نمیتونه 0.2% بشه اونجا، یعنی 4-5% رأیو کردن تو پاچه. اینا رو میگفتن آبنورمالی موقع. Ms. Powell, were you ever around when anyone told Donald Trump that he had lost the election? شما جایی بودید که مثلا یه آدمایی دور و بر ترامپ بیان بهش بگن که ترامپ تو انتخاباتو باختی؟ Oh yeah. آره. Who? Pat Cipollone, Eric Hirschman, Derek Lyons all thought he'd lost. 3 تا اسم میگه که اسامیش اصلا خیلی هم مهم نیستن، میگه اونا همشون فکر میکردن که ترامپ باخته. Was that in the December 18th meeting? Yes. What was President Trump's reaction when, I guess, this cadre of advisors would say you lost? این واکنش ترامپ چی بود وقتی این مثلا مشاوراش اومدن گفتن تو باختی؟ It was like, well, they would say that and then they'd walk out and he'd go, see, this is what I deal with all the time. یا اونا اومدن گفتن و رفتن. ترامپ گفت نگاه، من این داستان من هر روز باید با اینا سر کله بزنم. اینم یه توضیح بدم. پاتریک برن خیلی جالب گفتش، گفت دفتر ترامپ پر بود از آدمای خائنی که بهش خیانت می‌کردن. گفت حتی وقتی ما مدارک، مجبورم اینجا تصویر بدم پایین، پاتریک برن اولین کسی بود که مدارک قطعی تقلب در انتخابات یا دخالت کشورهای خارجی در انتخابات رو از FBI گرفت و برد گذاشت رو میز ترامپ. دقت کنید، این خیلی مهمه. اگر شما برگردید همین الان گوگل هم بکنید میاره قبل از اینکه انتخابات برگزار بشه FBI اومد گزارش‌های منتشر کرد که گفت چند تا کشور در انتخابات آمریکا قصد دخالت و نفوذ داشتن. یکیش ایران بود دیگه، ایمیل زد و به سری گفت بود اگه فلانی رای ندید فلان میشه و بیسار میشه و غیره. این مدارک رو برد پیش ترامپ و گفت ببین آقای ترامپ، الان شما طبق قانون وقتی نفوذ کشور خارجی در انتخابات میشه، شما میتونید کلا انتخاباتو چند روز بعد از انتخابات میتونید کنسل کنید. اینم تازه FBI که اون موقع با ترامپ هم نبود اومده بود اینا رو گفته بود، هنوزم هست، یعنی یه چیزی کاملا با گوگل میتونید به دست بیارید. همون اونجا هم ترامپ میگه من دوباره این آدما رو صدا کردم، اومدن. پاتریک برن میگه صداشون کرد، اومدن برگشت گفتش خب نظرتون چیه؟ اونو گفتن نه نکن و فلان و بیسار و اینا. میگم برگشتم آقای پرزیدنت ترامپ، اینا پشت سر شما دارن برای شما میزنن، به حرف اینا دقت نکنید. 2 تا نمونه میگه ترامپ همونجا میزنه تو روشون، میگه اینو شما گفتید؟ میگه جوابی که فکر میکنین این 3 تا دادن چی بود؟ میگه این 3 تاشو گفتن به خدا ما اینجا خیلی زحمت میکشیم، ما آدمای خوبی هستیم. که ترامپ عصبانی شد بهشون گفت برن، گفت نگاه کن دور و بر منو کیا گرفتن. یعنی اینکه 3 نفر آدم مواجب بگیره خائن اومدن گفتن که ترامپ باخته، دلیل بر باختنش نیست. به خاطر الان که دیگه حالا دیگه بازرسی‌ها و شمارش آرا همه اومده بیرون، مشخص شده اینا چقدر برگه جعلی تو دستگاه‌ها چپوندن. ولی حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم، ببینید بقیه اینو. He was specifically willing to appoint me special counsel. In fact, he looked over at Cipollone 3 different times and اون واقعا می‌خواست من به عنوان مشاور ویژه قرار بده. در جای مختلف به سیبیلانی کارمندش نگاه کرد و said, "Do I have the authority to name her special counsel?" و ازش پرسید که من آیا این قدرت و اختیار رو دارم که ایشون رو مشاور ویژه کنم؟ And Cipollone said, "Yes, you do." And then سیبیلانی گفت بله البته. somebody said, "Well, she doesn't have a security clearance." So he looked at Cipollone and he said, "Do I have the authority to give her a security clearance?" And Cipollone said, "Yes, you do." یه نفر گفت آخه ایشون دسترسی امنیتی نداره. بعد میگه دوباره ترامپ نگاه که به سیبیلانی گفت من اختیار رو دارم بهشون دسترسی امنیتی بدم. ایشون گفت بله. And then about the third time we went through that scenario, Cipollone, I think, said, "You can name her anything you want, Mr. President."
Nobody's going to pay a bit of attention to it. دفعه سوم هم که دوباره همین بحث شد، سیبیلانی برگشت که شما هر چی دوست داری میتونی بهشون لقب بدی، هیچ مشکلی نداره، مطمئن باشی هیچ کسی اصلا توجهی و اهمیتی به موضوع نمیکنه. حالا این یه بخش فعلا داشته باشید. این بخشی که از اعترافات سیدنی پاول اومده بیرون و رسانه‌ای شده. حالا هر کی فکر میکنه رفتن اونجا رو هک کردن، قطعا در اشتباه، خودشون دادن که زمینه رو آماده کنن. در این مصاحبه ما هیچ چیزی نمیشنویم از سیدنی پاول که به علیه پرزیدنت ترامپ گفته باشه، هیچی، غیر از اون یکی که میگه ببین آقا من با کیا طرف حسابم. قاعدتا این تیکارم دادن بیرون واسه اینکه بخوان تو دل خالی کنن و غیره، بخوان زیرا به ترامپ رو بزنن، ولی عملا صحبتی که سیدنی پاول داشت میکرد همه چیزی بود که ما میدونستیم و هیچ چیز اضافه تری نگفت. خیلی حالا با اون مهارتی که داره خیلی خونسرد صحبت کرد و یک کلمه هم بعد ترامپ رو نگفت. حالا اون یکی اعترافی که اومده بیرون برای جنا الیسه که همون که تو دادگاه گریه میکرد که وکیل ترامپ هم بود. من خودم قبل از اینکه اینو ببینم یه مقدار نگران بودم، گفتم جنا الیس چی میتونه گفته باشه، چون دست به گریهش خوبه، احتمال میدادم که خوب ترسونده باشنش. بریم اینم ببینیم. Okay. And at the time period where they were going to start to discuss what was Dan Scavino's role. در مورد دوره زمانی که میخوایم صحبت بکنیم، دن اسکاوینو سمتش چی بوده؟ At the time I believe his title was social media director for the White House. It became deputy chief of staff. موقع فکر کنم که مسئول رسانه اجتماعی کاخ سفید بود، بعد شدش معاون سرپرست کارمنده کاخ سفید. At the time that the conversation in question took place. اون موقع که حالا این سوال و جواب و این مکالمه بین ما صورت پذیرفت. Okay, and when was that? Conversation was around December 19th of 2020 at the White House Christmas party. تقریبا 20 میگه کی بود؟ میگه 20 دسامبر 2020 در مهمونی کریسمس کاخ سفید بود. And I emphasized him. I thought that the claims and the ability to challenge the election results was essentially over because he said من گفتم فکر میکنم برآوردم اینه که الان ادعاهایی که میخوام در مورد بحث انتخابات و نتایجش بکنیم مدت زمانش دیگه گذشته. اون گفت me in a kind of excited tone, well, we don't care and we're not going to leave. And I said, دن اسکاوینو گفته اهمیتی نداره، ما نمیریم. what do you mean? And he said, well, the boss, meaning President Trump, and everyone understood the boss. That's what we all called him. He said the boss is not going to leave under any circumstances. میگه دن اسکاوینو گفته که نه ما در هیچ صورت اینجا رو ترک نمی‌کنیم. رئیس، میگه منظور رئیس ترامپ بود، همه میدونستن وقتی که میگه رئیس منظور ترامپه، گفته ما در هیچ صورت اینجا رو ترک نمی‌کنیم. خب منظورش قدرت. You're just going to stay in power. اون همچنان قرار در قدرت باقی بمونه. And I said to him, well, it doesn't quite work that way, you realize. و من گفتم که میدونی که داستان همچین اینجوری که تو فکر می‌کنی کار نمی‌کنه، اینجوری جواب نمیده. اونم گفته ما اهمیتی نمیدیم. حالا اینکه حالا دن اسکاوینو چی گفته به پرزیدنت ترامپ خیلی ربطی نداره، گرچه که حالا کل این صحبتایی که انجام میشه هیچ کدومش در هیچ دادگاه سندیت نداره. یعنی که آقا زری به پری گفت، چی گفت، خودش به من گفت، در گوش من گفت که آقا پرزیدنت ترامپ جایی نمیره. اولا که پرزیدنت ترامپ نگفته، بعد اون آدمه اینو با مطالعه دارم میگم، یعنی رفتم شاید 10 نفر آدمی که نظرشون برام بسیار مهم بود رفتم خوندم، گفتن اینا حتی بیرون دادن این فایلا، مصاحبه‌ای که هر روز میاد این خانم لتیشیا جیمز دم در میکنه، اینا فقط میخوان در دادگاه افکار عمومی پیروز بشن. حالا دو حالت داره، یا برای اینکه ترامپو فقط بخوان از محبوبیتش کم کنن که اینو فهمیدن نمیتونن. حالت دوم اینه که برای اینکه اگر رد صلاحیتش کردن قبلش زمینه لازم رو داده باشن، وگرنه دن اسکاوینو میتونه بیاد بگه اصلا من اینو نگفتم، یا میتونه بیاد بگه گفتم، منظورم بود از دل مردم نمیره، منظورم قدرت و خدا میده، 1001 جور میتونه بپیچونه دیگه. تازه اگه نگه من نگفتم، برای همین اینا هیچ کدومش سندیتی نمیشه که با اون بخوان ترامپ رو تحت فشار بذارن. اینجور که رسانه‌ها گفته بودن آقا رفتن بر علیه ترامپ نشستن اعتراف کردن و غیره. ما در این دو فایل درد شده چیزی ندیدیم و فکر میکنم قاعدتاً انقدر ارتباطات پاول و جنا الیس با اکیپ ترامپ خوبه که اگه چیزی گفته باشن هم مسلماً راه بدلش رو گذاشتن و اطلاعات هم تا الان قطعاً تحویل وکلا دادن. بعد وایسی متاسفانه تا مارچ ببینیم چه اتفاق میفته. گرچه که
برای بحث جورجیا الان یک خبر تایید نشده دیدم که انگار یه دادگاه بالادستی داره حکم توقف این پرونده رو اعلام میکنه. حالا وایسادم تا قطعیش بیاد بیرون ببینیم به چه صورته، چون معمولا خبرها که از یوتیوبر و غیره میاد بیرون خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. اما 10,000 نفر در سراسر اسپانیا در اعتراض به عفو عمومی کاتالونیا تظاهرات کردند. کاتالونیا منطقه از اسپانیا بودش که 2017 اعلام خودمختاری کرد، هزاران درگیری و جنگ و کشته و غیره بر جا گذاشت. این 10,000 نفر روز یک شنبه در سراسر اسپانیا علیه برنامه‌های پدرو سانچز نخست وزیر موقت برای اعطای عفو به جدایی طلبان کاتالونیا در ازای حمایت از یک دوره دیگر در قدرت تظاهرات کردند. یعنی گفته آقا اگه شما بیاین به من رأی بدید که من یه دوره دیگه بمونم، من همتون رو با هم عفو میکنم. دولت روز پنجشنبه با حزب جدایی طلب کاتالونیا یا یونتس به توافق رسیده که شامل تصویب قانون مشاجره آمیزی برای عفو کسانی است که به خاطر تلاش کاتالونیا برای جدایی از اسپانیا در سال 2017 محکوم شدند. این خبر زمانی بیشتر از همه ارزش و اهمیت پیدا میکنه که لای جمعیت یا نگاه میکنیم ببین تاکر کارسونه و مردمی که علاقه دارن به تاکر کارسون در همه جای دنیا و اینجوری وای میسن باش خوشوبش میکنن. در اسپانیا که تعداد آدمایی که انگلیسی بلدن بسیار درصد پایینیه. تاکر یه مسابقه خیلی جالب کردش با یکی از رسانه‌های اونجا که از دوربین موبایلی که اون بغلا گرفتن به نظرم اومده بیرون. You've been with Donald Trump the last days. Now you're here in Spain meeting Spanish leaders. شما دیشب با پرزیدنت ترامپ دیده شدید و امروز اومدید در اسپانیا تو با رهبران اسپانیا صحبت کنید، جلسه داشته باشید. میگه بله. How is the world seeing this weird event that is happening in Spain? This violation to our democracy. دنیا چگونه میبینه این اتفاقات عجیبی که داره در اسپانیا میفته؟ این حمله که به دموکراسی ما داره میشه. Well, the world isn't seeing it enough and that's why we wanted to come. دنیا به اندازه کافی این اتفاقو نمیبینه، برای همینه که ما تصمیم گرفتیم بیایم اینجا. Because it's not getting the coverage it deserves. I mean, anybody who would violate your constitution. برای اینکه اون پوشش خبری که شایسته این اتفاق هست بهش داده نشده. هر کسی که به دموکراسی شما حمله میکنه potentially use physical violence to end democracy. معمولا از زور فیزیکی استفاده میکنه تا دموکراسی رو پایان بده. is a tyrant, is a dictator. و اون آدم قطعا یک آدم ظالم و یک دیکتاتوره. And this is happening in the middle of Europe. So we thought it deserved more coverage than it's getting. این اتفاق قبلا در قلب اروپا هم افتاده. من تصمیم گرفتم که این اتفاقی که لازمه که بهش پوشش خبری داده بشه. But is the world actually seeing how important is what is happening here? No, the world is. به نظر شما دنیا داره میبینه چقدر مهمه این اتفاقی که داره اینجا میفته؟ تاکر میگه نه. Not seeing how important it is. دنیا واقعا نمیبینه که چقدر مهمه این اتفاق. But we hope to change that. اما ما امیدواریم که اینو عوض کنیم. Yeah, I'm sure you will. Thank you very much. Thank you very much. مطمئنم که میتونید این کار رو انجام بدید و برای همدیگه آرزوی موفقیت میکنن. یه اتفاق جالب دیگه که اون وسط افتاد، حالا حساب کنید کاملا رندوم دیگه، تاکر که با اعلام قبلی نرفته. چقدر جالبه که یه نفر میاد جلوش و دکمه پیرنش وا میکنه و میگه ببین عکس تو رو تیشرت هم چاپ کردم. تاکر نگاه میکنه میگه این کراوات رو هنوزم دارم. و خیلی حس خوبیه، خیلی حس خوبی آدمی که در شبکه خودش اینجوری اخراجش کردن و الان میدونه که اگر پاشو در اسپانیا بذاره توجه های جهانی همه با هم به این نقطه جلب میشه. یعنی یک آدم داره از بزرگترین رسانه های مینستریم دنیا قوی تر رفتار میکنه. میگه آقا من الان اگر برم اسپانیا یه برنامه اونجا ضبط کنم 300 میلیون نفر آدم اونو میبینن. عمرن CNN و حتی خود فاکس نیوز رو تهش ببینن چند میلیون مگه میبینن. پر بیننده ترین برنامه فاکس برنامه خود تاکر کارسون بود، 3.5 دیگه خونه پرش 5 میلیون نفر بیننده داشت. نه اینی که الان داره اتفاقی که میفته تازه علاوه بر این که روی ایکس میاد همه ببینن، بعد آدمای مختلف میان میبرن تو بخشای خبری خودشون، از خبرنگار مستقل گرفته تا غیر مستقل میرن روش کار میکنن و این یک نفر شده منجی خبری دنیا الان. یعنی
اگه میشد یه روزی ورش داریم بیاریم ایران هم فکر کنم خیلی از اتفاقها میتونه حل بشه. اما در کمال شادی و شعف اینو بگم که حضور پرزیدنت ترامپ در کنار تاکر کارلسون در همون شب مسابقات UFC که دیده شد تقریبا باعث یه شبهه هایی برای همه شد. یعنی اینکه ورود پرزیدنت ترامپ در کنار تاکر کارلسون به این مسابقات سوا اینکه استقبال بی‌نظیری از پرزیدنت ترامپ اینجا انجام شد، در کنار هم اومدنشون نشون از برنامه‌های خارج از بحث خبری و غیره داشتون. متحد ترامپ که نبوده، دستیارش هم که نبوده، فامیل هم که نیستش، نمیتونیم بگیم یه سلبریتی هم هست، ولی بودنش نشون داد روابط خارج از اون چارچوب داره برقرار میشه. پرزیدنت ترامپ، تاکر کارلسون، دون جونیور اینجا بوده و یک دوتا سلبریتی دیگه. در مصاحبه‌ای که بعدش پرزیدنت ترامپ انجام داد، یکی از رسانه ازش پرسید که آیا فکر میکنید به اینکه تاکر کارلسون رو به عنوان معاون یا وی پی خودتون داشته باشید، و بدونه که پرزیدنت ترامپ بخواد بگه حالا ببینیم چی میشه و غیره، برگشت گفت چرا که نه، آدمی که اینقدر مردم دوستش دارن، من یک مصاحبه باش انجام دادم 300 میلیون نفر آدم دیدن، چرا که نه. این چرا که نه برای خیلی‌ها شده امید که اگر این اتفاق بیفته با صراحت و رکگویی و با اون برش زبانی که تاکر کارلسون داره میتونه اتفاقات بسیار بزرگی رو در سیاست بیمار آمریکا رقم بزنه. امیدواریم که این اتفاق انجام بشه. از همه معاونات رئیس جمهور که تا حالا دیدیم قطعا شایسته تر و موفق تره، مگر اینکه در این برهه حساس پرزیدنت ترامپ احتیاج به کسی داشته باشه که برش درون حزبی قوی تری داشته باشه. ببینیم تصمیم نهاییش چه خواهد بود. اما ممنونم که این بخش خبری رو با من دنبال کردید. ممنون میشم اگر لطف کنید سابسکرایب کنید، اگر لایک بزنید ویدیو رو، و باز هم سپاسگزار میشم اگر لطف کنید کانال رو به دوستان و آشنایتون معرفی کنید. بعضی از خبرهایی که در اخبار خاموش مثل اخبار آمریکا کار میکنیم در این جای دیگه پوشش داده نمیشه. این لطف شماست که اگر کانال رو به بقیه دوستان هم معرفی کنید. شب و روزگارتون خوش باشه. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.